یه فرقی هست بین افتادن از طبقه 20 و افتادن از طبقه اول ساختمون. اونی که از طبقه 20 میفته میگه آه بوف، ولی اونی که از طبقه اول میفته میگه بوف آه. ولی صدای افتادن مقام عظما طفلی یه چیزی دیگه است، هیچ کدوم از اینا نیست. یه چیزی تو این مایه هست. آه بوف بوف آه آه بوف بوف آه 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 بوف، یعنی تو راه که داره میاد همینطوری از چپ و راست و چهار سمت میخوره. کابینم ناکس بزن کنار با این مثال زدنت له لورده کردی بدبختو که. جسارت نباشه، ناراحت نشین، خونتون به جوش نیاد، ولی خودتونه چند لحظه بزنین کنار، بر دست بشینید تا یه استراحت کوچیکی بکنید. من خیر مقام عظما رو میخوام که این بحثو میکنم. این صدای بوف بوف که میگم مال این انتخابات لعنتیه. حرفم با همین جناح خودشونه که اونم هزار تکه شده و بین انواع و اقسام جناح و جفو از این حرفا خجالت نمیکشین قلب مقام عظما رو میشکنین. نمیدونید که قلبی که بشکنه دیگه درست نمیشه. نامردا، منم اولش که تاکتیکی و شوت مشنگ بودم از این مثالای سوسوری میزدم، ولی یه بار که بری وسط رینگ برات بیاد از چپ و راست و چهار سمت و هوک و آپرکات و اینا، اون وقت که پوزمانت بکنن گوشه رینگ، فکتو پیاده بکنن که برات قدم بزنه جلو چشم خودت، دیگه از این عدسپارهای لوس در نمیاری. میذاری کنار، وقت میری به داور التماس میکنی با همون دستکشای بوکسی که دستته که وساطت بکنه که طرف هر چی دوست داره تو بشکنه، ولی به پک و پوز و فکت مخصوصا به دماغت کار نداشته باشه. آقای دکتر فیروزآبادی یه مقاله نوشته در مورد اصلا واسه ما اسم فیروزآبادی رو نیار، اسم فیروزآبادی رو نیار، مخصوصا بعد از این مانور افتضاحی که گذاشتن که پاک آبرو رو بردن اون دور و بر تنگه و اینا. بذار یه راز استراتژیکی رو با خودت مطرح بکنم تا بفهمی که اصلا راجع به چی داری صحبت کنی. تو میدونی که گاوا از اول شاخ نداشتن؟ بله، از اول که گاوا شاخ نداشتن. از وقتی که شنیدن که این فیروزآبادی رئیس ستاد شده همه از تعجب شاخ در آوردن، چون از خودشونه، میشناسنش دیگه. آقای دکتر همه این حرفا به کنار، من فکر میکنم بهتر این مسخره بازی رو بذاریم کنار و وقت صرف انتخابات نکنیم. مگه خود امام نگفتن اگه همه مردم یه رأی بدن من یه رأی دیگه؟ حرف منه. ببین دوستانه بهت میگم، شاید به زبون خوش روشن بشی، دیگه نیازی به اعمال زور نباشه. دفعه دیگه که خدای نکرده حس فکر کردن به دستات 5 دقیقه قشنگ دراز بکش، این حسش میره. نگران نباش. میگن تو بحث‌های داخلی این جناحای خودرس که از جناح اصولگرا باقی موندن پشت سر مقام عظما صحبت از شکستن شاخ مبارک ایشون رو از این حرفا شنیده شده. آره، من الان راهنمود طلایی رو در آستانه انتخابات به همه‌شون میدم که بفهمن که چه کار بکنن. نامردا، حالا که مقام عظما زرت مبارکشون قمصور شده دم در آوردی ناکسا، فهمیدی؟ پس چرا اون موقع که به این وضعیت فلاکتبار نیفتاده بودن همه تو خفقون گرفته بودی، زبونتون دراز نبود، الان اینجوری شدی ناکسا؟ شما که بدتر مقام عظما له و لورده کردی.